سلام به همه دوستان. امروز می‌خوایم به یکی از جنبه‌های جذاب و پیچیده تاریخ ایران بپردازیم: فرقه‌ها. فرقه‌ها نه تنها بخشی از تاریخ ما هستند، بلکه تأثیرات عمیقی بر فرهنگ، سیاست و جامعه ایرانی داشتند. بررسی فرقه‌ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران پیدا کنیم. این گروه‌ها با باورها و اعتقادات خاص خود نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشتند، بلکه در مقاطع مختلف تاریخ نقش‌های کلیدی در شکل‌گیری رویدادهای مهم ایفا کردند. به عنوان مثال، فرقه حشاشین با استراتژی‌های منحصر به فرد خود در زمان‌های خاصی بر معادلات سیاسی تأثیر گذاشتند و حتی افسانه‌هایی که درباره آنها شکل گرفت تا به امروز در فرهنگ عامه باقی مانده است. همچنین فرقه‌های دیگر مانند اسماعیلیه و دراویش با باورها و شیوه‌های زندگی خاص خود به غنای فرهنگی ایران افزوده و در شکل‌گیری هویت‌های اجتماعی نقش داشتند. در این ویدیو به بررسی 5 تا از مرگبارترین فرقه‌های ایران خواهیم پرداخت و تأثیرات آنها را بر تاریخ و فرهنگ کشورمان بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید تا به دنیای جذاب و پر رمز و راز فرقه‌ها سفر کنیم. فرقه حشاشین. فرقه حشاشین که به عنوان یکی از مرگبارترین و اسرارآمیزترین فرقه‌های تاریخ ایران شناخته می‌شود، در قرن 11 میلادی توسط حسن صباح بنیانگذاری شد. حسن صباح یک شخصیت تاریخی باهوش و کاردان در سال 1090 میلادی قلعه‌ای به نام الموت را در کوههای البرز تصرف کرد و این قلعه به عنوان مرکز فعالیت‌های فرقه حشاشین تبدیل شد. حشاشین به دلیل استفاده از مواد مخدر به ویژه حشیش برای ایجاد حالت‌های خاص در پیروان خود معروف بودند. این فرقه به دنبال ایجاد یک جامعه ایدئال و برقراری عدالت اجتماعی بود، اما روش‌های آنها به شدت خشونت‌آمیز و تروریستی بود. روش‌های فعالیت و استراتژی‌ها. حشاشین به طور خاص از روش‌های ترور و نفوذ به درون حکومت‌ها استفاده می‌کردند. آنها با هدف قرار دادن شخصیت‌های کلیدی و مقامات سیاسی سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان خود داشتند. این فرقه به خوبی می‌دانست که ترور یک شخصیت مهم می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست و جامعه داشته باشد. استراتژی‌های آنها شامل آموزش ویژه اعضا در زمینه‌های جنگی و جاسوسی بود. اعضای فرقه به طور خاص در فنون ترور و نفوذ به درون دشمنان آموزش می‌دیدند و این امر به آنها اجازه می‌داد تا به راحتی به اهداف خود دست یابند. تأثیرات اجتماعی و سیاسی. تأثیرات اجتماعی و سیاسی فرقه حشاشین در زمان خود بسیار قابل توجه بود. آنها با ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان توانستند به نوعی از قدرت و نفوذ دست یابند. این فرقه به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل در برابر حکومت‌های بزرگ آن زمان ایستادگی کرد و به نوعی به عنوان یک تهدید جدی برای سلطنت‌های مختلف شناخته می‌شد. حشاشین همچنین بر روی فرهنگ و ادبیات زمان خود تأثیر گذاشتند. داستان‌ها و افسانه‌های مربوط به آنها به ویژه در ادبیات فارسی و عربی به وفور یافت می‌شود و این امر نشان دهنده تأثیر عمیق آنها بر فرهنگ عامه است. داستان‌های معروف و افسانه‌ها. داستان‌های زیادی درباره حشاشین وجود دارد که برخی از آنها به افسانه تبدیل شدند. یکی از معروف‌ترین داستان‌ها داستان حسن صباح و الموت است که در آن حسن صباح به عنوان یک شخصیت مرموز و قدرتمند توصیف می‌شود. همچنین افسانه‌هایی درباره استفاده از حشیش برای ایجاد حالت‌های خاص و جذب پیروان به این فرقه وجود دارد. این داستان‌ها و افسانه‌ها نه تنها به جذابیت فرقه حشاشین افزودند، بلکه به نوعی نشان دهنده ترس و وحشتی است که این فرقه در دل دشمنان خود ایجاد کرده بود. فرقه اسماعیلیه. فرقه اسماعیلی یکی از شاخه‌های مهم اسلام شیعه است که به عنوان یک گروه مذهبی با تاریخچه غنی و پیچیده شناخته می‌شود. این فرقه به نام اسماعیل ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام نامگذاری شده است. اسماعیلیه به عنوان یک فرقه مستقل از شیعه 12 امامی در قرن 8 میلادی شکل گرفت و به تدریج به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فرقه‌های اسلامی تبدیل شد. تاریخچه اسماعیلی به دوران امام صادق علیه السلام برمیگردد. پس از درگذشت امام صادق اختلافاتی در مورد جانشینی او به وجود آمد. برخی از پیروان او به اسماعیل پسر بزرگش به عنوان امام بعدی اعتقاد داشتند و این امر منجر به شکلگیری فرقه اسماعیلیه شد. اسماعیلیه در طول تاریخ خود به ویژه در دوران فاطمیان و حشاشین نقش‌های مهمی در سیاست و فرهنگ ایفا کردند. فاطمیان که در شمال آفریقا و مصر حکومت می‌کردند به عنوان یکی از مهمترین حکومت‌های اسماعیلی شناخته می‌شوند. در این دوران اسماعیلیه به اوج قدرت خود رسیدند. باورها و اعتقادات خاص. اسماعیلیه به عنوان یک فرقه شیعه باورهای خاص خود را دارند. یکی از مهمترین اعتقادات آنها مفهوم امامت است. اسماعیلیه بر این باورند که امامان نه تنها رهبران مذهبی بلکه نمایندگان خداوند بر روی زمین هستند.
و دارای علم و دانش خاصی هستند که به آنها اجازه می‌دهد تا جامعه را هدایت کنند. همچنین اسماعیلیه به مفهوم باطن در دین اعتقاد دارند. آنها بر این باورند که هر آیه و روایت دینی دارای یک معنای ظاهری و یک معنای باطنی است که تنها به وسیله امام معصوم قابل درک است. این باور به آنها اجازه می‌دهد تا تفسیرهای خاصی از متون دینی ارائه دهند. تأثیرات سیاسی و فرهنگی. تأثیرات سیاسی و فرهنگی اسماعیلیه در ایران و جهان اسلام بسیار قابل توجه است. در دوران فاطمیان این فرقه به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل در برابر حکومت‌های دیگر ایستادگی کرد و به نوعی به گسترش فرهنگ و علم در جهان اسلام کمک کرد. اسماعیلیه همچنین در زمینه‌های علمی و فلسفی تاثیرگذار بودند. آنها به ترویج علم و دانش در زمینه‌های مختلف از جمله ریاضیات، نجوم و فلسفه پرداخته و مراکز علمی مهمی را تأسیس کردند. در ایران اسماعیلیه به عنوان یک نیروی فرهنگی و اجتماعی تأثیرات عمیقی بر ادبیات، هنر و معماری گذاشتند. آثار هنری و معماری مربوط به این فرقه نشان دهنده غنای فرهنگی و هنری آنهاست.